اسلام اینه، بخونید ببینید توش چی نوشته. آخوند دزده، آخوند کلاهبرداره، آخوند زالوه. آخه قرآنی که کسی نفهمه به درد ننت میخوره. کدوم قرآن؟ 1400 سال آواز خوندین واسه ما، گفتین قرآنه. 1400 سال نذاشتین مردم بفهمن تو قرآن چی نوشته. هر مزخرفاتی دلتون خواسته گفتین به مردم، تعبیل دادین. برای همین بود که یه ملتی با سر خودشو انداخت تو بدترین مزبله تاریخ. از خمینی دروغگوتر مگه وجود داره؟ برین زندگیشو بخونید ببینید از کجا رفت. کارمند MI6 انگلستان شد، سر موقعم اومد کارش انجام داد رفت. چجوری بود که آقای برژنوف نصف شب به شاه زنگ زد گفت مسعود رجبی رو از اعدام رها کن؟ چی بود؟ فامیل اینا کی بود؟ اینا کجا بودن؟ اینا رو کی میشناخت؟ چجوری بودن؟ با برژنوف آشنا بود؟ خمینی با ملکه انگلستان فامیل بود؟ برید توضیح المسائل این کثافت ها رو بخونید ببینید چیا توش نوشته. آخونده خوب آخونده مرده است. آخونده خوب در دنیا وجود نداره. آخوند یعنی زالو، آخوند یعنی مال مردم خور، آخوند یعنی دروغگو، آخوند یعنی حقه‌باز، آخوند یعنی شیاد. درست گفتی، دعوا با عرب نیست، دعوا با اسلامه. برای اینکه اگه اسلام نبود عربی به ما حمله نمی کرد. بهانه عرب اسلام بود. تازیان وقتی به ما حمله کردن گفتن که ما برای اسلام اومدیم، در حالی که دروغ میگفتن مثل تمام کارهای اسلامی. دروغ میگفتند، اومده بودند بدزدند، اومده بودند غارت کنند، اومده بودند بهشت روی زمین رو به دست بیارند. چون بهشون گفته بودند بهشت روی زمین در فارسه، در ایرانه، در کشور کسراست و مردم خرد باخته ما به آخوندهای کثیفی مثل شماها 1400 سال گوش دادند. این حرف من میمونه برای نسل‌های آینده، میمونه همین جور که کتاب‌های کسروی موند، همین جوری که میرزا فتحعلی آخوندزاده حرفاش موند، همین جوری که طالبوف حرفاش موند، همین جوری که میرزا آخان کرمانی حرفاش موند، همین جوری که خیام فردوسی حرفاشون موند. حرف خرده.